همین الان یه لبخند الکی حتی شده زورکی بزنید و تا آخر این ویدیو رو صورتتون نگه دارید تا دلیلش رو براتون بگم. خنده الکی هم میتونه بدن و ذهن رو وارد حالت آرامش، بازسازی و درمان کنه. چون مغز ما فرق زیادی بین خنده واقعی و خنده مصنوعی نمیفهمه و به راحتی میتونیم با یه لبخند ساده و الکی مغز رو فریب بدیم و حالمون رو تغییر بدیم. من زهرا فتحی هستم، هولیستیک هربالیست و لایف کوچ سلامت جسم و ذهن. طبق تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا و مطالعات منتشر شده در جورنال of Alternative and Complementary Medicine، وقتی میخندیم حتی مصنوعی، بدن شروع میکنه به ترشح اندروفین و سروتونین، هورمون‌هایی که شادی، آرامش و تعادل ایجاد میکنن و همزمان سطح کورتیزول، هورمون استرس، پایین میاد و بدن وارد حالتی از آرامش، گردش خون بهتر و عملکرد قوی‌تر سیستم ایمنی میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون وقتی لبخند میزنی گوشه لبها بالا میرن و عضلات صورت فعال میشن. این حرکت ساده سیگنال هایی رو از طریق اعصاب به مغز میفرسته و مغز فکر میکنه تو واقعا شادی و واکنش نشون میده. شروع میکنه به ترشح اندروفین و سروتونین، موادی که باعث ایجاد حال خوب، کاهش استرس، گشاد شدن عروق قلبی، بهبود جریان خون و کاهش فشار خون میشن. خنده حتی باعث افزایش اکسیژن رسانی و انرژی در مغز میشه و سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، چون فعالیت سلول‌های دفاعی بدن بیشتر میشه